اعتصاب بازیگران و نویسندگان هالیوود در سال میلادی جاری خیلی از برنامه‌های تلویزیون و اکران‌های سینمایی رو عقب انداخت. پخش چندین سریال تلویزیونی که خیلی ها منتظرشون بودن. اما سال 2023 تا همین جا هم شاهد چندین تولید تلویزیونی خوب بوده. بعضی ها مینی سریال ها یا سریال هایی بودن که در همین سال 2023 پخش شدن و بعضی ها در سال جاری به پایان رسیدن. ما تو ادامه ویدیو قصد داریم به شما 10 تا از بهترین سریال های 2023 رو معرفی کنیم. با ما تو ادامه ویدیو همراه باشید. شماره 10 سریال کبیر فصل سوم. این مینی سریال کمدی درام محصول آمریکا که پخش اون از سال 2020 شروع شد. امسال با فصل سوم و 10 قسمت به پایان رسید. نقش‌های اصلی این سریال روئل فانینگ در نقش کاترین کبیر و نیکولاس هولت در نقش پیتر سوم امپراتور روسیه بازی می‌کنند. قصه درباره به قدرت رسیدن کاترین کبیر از شخصی بیگانه تا طولانی‌ترین حاکم زن در تاریخ روسیه است. شماره 9 سریال رواندرمانی. این سریال داستان روانشناسی رو روایت میکنه که با غم از دست دادن یکی از عزیزانش دست و پنجه نرم میکنه. اون به همین دلیل وجدان کاری رو زیر پا گذاشته و نظر واقعیش رو به مراجعانش میگه. این روانشناس با این کار زندگی خودش و اونا رو تحت تاثیر قرار میده. شماره 8 سریال جادوگران میفر. سریال جادوگران میفر فیلمی در ژانر ماوراییه و داستان دکتر وان فیلدینگ رو به تصویر میکشه. ماجرا از جای شروع میشه که این دکتر جوان متوجه میشه وارث یکی از خانواده جادوگری قدرتمنده و باید با یک روح شیطانی سر و کله بزنه. شماره 7 سریال سیلو. ماجراهای این مجموعه در آینده رخ میده، جایی که افراد در سیلوی 144 طبقه‌ای در زیر زمین زندگی میکنن. اونا بر اساس قوانین سختگیرانه‌ای زندگی میکنن که باور دارن برای محافظت از اونا وضع شده. سیلو با استقبال خوب بینندگان و منتقدان مواجه شد. این سریال به خاطر دنیاسازی، طراحی صحنه و ایفای نقش ربکا فرگوسن مورد تحسین قرار گرفت. شماره 6 سریال هواپیما ربایی. این سریال داستان یک مذاکره کننده تجاری موفق به نام سم رو به تصویر میکشه که باید از استعداد توانایی‌هاش برای مذاکره با گروهی استفاده کنه که هواپیمایی از دبی به مقصد لندن رو دزدیدن. شماره 5 سریال وایکینگ ها والهالا فصل دوم. وایکینگ ها والهالا اسپیناف سریال وایکینگ هاست و ماجراهاش 100 سال بعد از واقعه اون سریال رخ میدن. در این سریال شاهد آغاز پایان عصر وایکینگ ها هستیم و در اون با وایکینگ های همراه میشیم که ماجراجویی های مختلفی رو در اروپا آغاز میکنن. شماره 4 سریال ماندالوریان فصل سوم. ماندالوریان اولین سریال لایو اکشن فرانچایز جنگ ستارگان و ماجراهاش 5 سال پیش از فیلم قبلی رخ میده. در این سریال با یک شکارچی جایزه بگیر همراه میشیم که تلاش میکنه از بیبی یودا محافظت کنه. شماره 3 سریال ویچر فصل سوم. ویچر یکی از سریال های پرطرفدار سالهای اخیره که فصل اولش در سال 2019 و فصل دوم اون در سال 2021 منتشر شد. در سال 2023 هم شاهد انتشار فصل سوم این سریال در 2 پارت بودیم. تا الان مجموعاً 24 قسمت از ویچر روی آنتن شبکه نتفلیکس رفته. هنری کویل، جرالت تریویا، شاهدخت سیری و همینطور جادوگری به نام ینفر 3 شخصیت اصلی این سریال هستند. شماره 2 سریال فقط قاتلان درون ساختمان فصل سوم. این مجموعه داستان 3 نفر از ساکنان ساختمانی قدیمی و بزرگ در نیویورک رو به تصویر میکشه که به خاطر علاقه مشترکشون به پادکست های جنایت واقعی با هم آشنا میشن و تصمیم میگیرن معمای قتل یکی از همسایه هاشون رو حل کنن. شماره 1 سریال آخرین بازمانده ها. سریال آخرین بازمانده ها یک سریال آخرالزمانی که بر اساس یک بازی ویدیویی با نام مشابه ساخته شده. در این سریال داستان جوئل رو دنبال میکنیم که مأموریت داره الی رو در سفری از میان آمریکایی متفاوت و آخرالزمانی همراهی کنه. خب دوستان، به پایان این ویدیو رسیدیم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه.
لطفاً برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو هم لایک کنید. تا یه ویدیوی دیگه خیلی ممنون که هستید.